ساکنان نزد مرزی تاجیک و قرغیز با وجود نظارت جدی گمرکیان عمدتاً با راه قاچاق با هم داد و ستد میکنند. گمرکیان قرغیز در 2 هفته اخیر از جلوگیری انتقال 13 تن ماندارین و 18 تن میوه خشک از ولایت سوغد به بادکند خبر دادند. به نوبت خود مقامات تاجیک نیز میگویند از بادکند قرغیزستان هم به منطقه شمالی تاجیکستان با راه غیرقانونی مال و محصولات عمدتاً انگشت و نوری‌های مینرالی وارد می شود. علی خان رستمزاده سردار ریاست گمرک ولایت سوغد میگوید 37 حالت میوه خشک دستگیر کردگیان 73 تن، میوه خشک میوه تر باشد 39 حالت 87 تن وارد شدگی از طرف قرغیز به مرز ما وارد شد، از طرف کارمندان ما دستگیر کرده شد. مقامات تاجیک و قرغیز میگویند در حالی که خط مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان هنوز معین و نشانگذاری نشده است و در 2 طرف یک راه ساکنان این 2 کشور همسایه زندگی دارند، نظارت پره خط مرز و جلوگیری از قاچاق مال و محصولات تقریبا امکان ندارد. کارشناسان و تحلیلگران منطقه‌ای گرانی ارزش حجتگذاری را مشکل می‌نامند که ساکنان را از انجام معاملات تجارتی با راه قانونی و دادن پرداخت گمرکی باز می‌دارد. کامل جان امانوف یک تاجر سوغدی است که با راه بادکند قرغیزستان به روسیه در ماشین‌های بارکش میوه خشک انتقال می‌دهد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت استفاده بار اون طرف میگذره، به خاطر چی وقتی که بار قرغیزستان گذره دیگه تا کدام نقطه روسیه رفتنش به تماش برفتن میگیره به گمرکی. اساسش همین چی است؟ طرفای بلند گمرکی. قوبتبک رحیموف کارشناس پالات سودای قرغیزستان و مشاور وزیر اقتصاد این کشور میگوید خراجات سندگذاری و انتقال مال و محصولات با راه منطقه وادی فرغانه از این گونه خراجات در قلمروهای قزاقستان و روسیه 2 برابر زیاد است. یعنی پرداخت ها برای انتقال مال و کالا در 300 کیلومتر مساحت وادی فرغانه نظر به 2000 کیلومتر قلمروهای قزاقستان و روسیه 2 برابر زیاد می افتد. ولی بر پایه اطلاع رسمی قرغیزستان در بین 5 شریک اصلی تجارتی سوغد جای ندارد و سهم آن در صادرات و واردات مال به حدود 1% برابر می آید.